دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشان کن، مداوا کردنش با من. دلت را خانه من کن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انسان ها دو گروه میشن بگید پیامبری خدا صلی الله علیه و سلم. یک گروهش هستن که مستریحون هستن، یک گروهش مستراح منهوش. یعنی که مستریح یک گروهش هستن که راحت میکنن، یک گروه هستن که راحت کرده میشون از اونها. چخیل الان انشاءالله میفهمیم که معناش چی هست قول پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. صحابه کرام روایت کرده است که از ابی قتاده بن ربعی هست. همون میفرماید کان یحدث ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر علیه بجنازتین. یعنی که سخن میگفت همون صحابه کرام که میگوید که بیشک رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذرانده شد علیه بجنازتین، به یک مرده را گذراندن هموتا، یک تابوت یک مرده را گذراندن. فقال، پس گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مستریح او مستراح منه. یعنی که مرده دخل می شود یا که مستریح می شود، یعنی که راحت کننده می شود، او مستراح منه یا که راحت کرده شده از اون می شود. فقال یا رسول الله ما المستریح. گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مستریح کی است و ما المستراح منه و استراحت کرده شده که از اون کی است و چه خیل است. فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها الى رحمة الله تعالى. گفت که بنده مؤمن استراحت میکند از مشقت و بیفرگی خستگی دنیا و اذیت همین دنیا، به سوی چی میرد؟ الى رحمت الله، به سوی رحمت الله میرد. و المستراح منه، و انسانی که وقتی که میبرد که استراحت میکنن از اون، یعنی که یک نفر میبره دیگر رو استراحت میکنن. مثلا که از همون استراحت میکنن العبد همون کی است؟ همون انسان گفتم مثلا العبد الفاجر، هم بنده فاجر است که یستریح منه العباد، استراحت میکنن از همون بنده ها. یک انسانی بدبخت، یک بگیم که انسانی ظالم فاجر، مثلا که اهل معصیت وقتی که میمرده است، از دنیا میگذشته است و فوت میکرده است، از همه استراحت میکنن العباد، بنده ها، و البلاد، شهرها، و بگیم که هر زمین و زمان، و شجر و دواب، و حتی درخت ها و حیوانات ها. در اینجا محدثین میفرمایند که چی معنی دارد وقتی که بنده مسلمان از دنیا میگذشته است، از این خستگی دنیا، از این مشقت دنیا، از این بگیم که ناخوبی دنیا، و شاید که در تحت ظلم هست، در تحت بگیم که امتحان هست، شاید مثلا برام خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که الدنیا سجن مؤمن، این دنیا زندان مسلمان هست. در حقیقت مشقت است برای بعضی مسلمان که تقوا کردن و پرهیز کردن، اما صبر میکنند به خاطر الله. وقتی که اون که از دنیا میگذرد، اون در استراحت هست، به سوی رحمت الله میرود، و در رحمت الله چی در قبر باشد چی در جنت در راحت هستند. اما مستراح منه، یعنی که انسان هایی که از اون استراحت میکنند وقتی که میبرد، اون بنده فاجر فاسقه میگن. اون اگر باشد شاید ظلم میکند، اون اگر باشد بالای بنده ها یگان مشقت و ظلم و غصب و دزدی و شاید دشنام کردن، همه چیز بالای بنده ها میاد. وقتی که میبرد بنده ها راحت نمیشن. ولی بلاد اگر شهرها چخیل، وقتی یک انسانی فاجر و فاسق باشد، در اونجا مثلا موسیقی و دیسکتیک و زینا خانه، این چیزها که وقتی که کشادن گرفت، جای فاحشه خانه و دیگر کفار که جمع کرد در اونجا، دیگر اونجا عذاب الهی برکت می رود، خشکی می شود، یا که سیل میاد، عذاب الهی میاد مثلا، یا که زمین لرزه می شود. همین خیلی مشقت ها بالای همون شهرها آمدن میگرد. و حتی اون میمرده و شجر و درخت ها، حتی تصور کنید وقتی که بنده فاجر فاسق میشید، از همون دولت، همون مدینه، همون شهر خشکی و عذاب خداوند، یا که یک عذاب میاد که بگیم که همون درخت ها هم حتی ضرر میده، و دواب حتی چی بگیم که
حیوانات. وقتی که انسان در یک جا ظلم کرد و در یک جا به فسق و فجور پهن کرد، حتی حیوانات ها حرام میبرن بسیار. وقتی که از خیر، از بگیم کار نیک مردم که من کرد، سیل میاد یک طرف حیوانات میکشد، یک کسل میاد یک طرف حیوانات میکشد و دیگر هم حیوان ها هم در عذاب گرفتار هستند در همین دنیا. خلاصه گپ که مردم در دو گروه میشده هستند. یک گروهش که استراحت میکنن به مردن، یک گروهش هستند که مردم و شهر و درخت ها و حیوانات ها به مردن استراحت میکرده هستند. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دو گروه تقسیم کرده است بنده ها را. الله پاک از گروهی بنده های مستریح بگرداند که ما در راحت باشیم به فضل کرم الله. از گروه مستراح منه نگرداند که اونها اهل دوزخ هستند و در عذاب الهی گرفتار هستند به سبب بدرفتاری و به سبب فسق و فجورشان. الله پاک همه ما شما را هدایت کنه به راه راست درست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.